پایه 4 مضربی ساده شماره 3. این پایه 4 مضربی که در 3 ضربی های ساده دیده میشه شامل 3 تا سیاه هست که سیاه اول یک زینتی داره. این زینت به صورت یک تک به سیم‌های واخون اجرا میشه و بعد روی نوت اصلی ریز که من اسمش رو گذاشته بودم زنگ ریز. این پایه رو در 4 مضرب بیداد استاد هوشنگ ظریف میتونیم ببینیم.